علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان سوال دارم. مثلا من فهمیدم که از نگاه دین اسلام زن شوهرش وقتی 4 ماه و 10 روز عزا دارد. درست؟ برای شوهرش. اگر بله اگر استاد جان همین زن وای سفر کند به دیگر دولت مثلا آیا با این زن اجازت است همین سفر کردن یا نه؟ ضرورت نباشد سفر نکند لاله. ضرورت نباشد اگر سفر نکند و همون 4 ماه و 10 روز هم خواهرا در نزد تمام علما زن در خانه شوهر عزا میگیرد و حتی برای زیارت پدر و مادر هم میگن پدر و مادر در این وقت خودش آمده زیارت کنند، نباید زن از خانه براید. گجا رسد سفر به دیگر دولت، مگر ضرورت باشد که اگر سفر نکرد جانش در خطر است یا یگان حالتی دیگر. جان گناهگار می شود. گناهگار می شود. تماما هیچ جا نمی رود. زن در همین 4 ماه و 10 روز فقط هیچ جا نمی براید، یگان جا نمی رود، فقط در خانه می نشیند. مگر ضرورت شد که به بیمارستان رود یا یکی پدرش یا مادرش از دنیا گذشت یا چاره دیگری نیست. دیگری باید این مسئله اتفاقی است. از همه عزای وزمینی که در اسلام هست و حتی واجب است، این سنت نیست، یعنی فرض است بالای زن همون عزاگیری فقط برای شوهرش که 4 ماه و 10 روز از خانه نبرآمده، تماما زیب و زینت را ترک کرده، حتی یعنی درد چشم باشد هم پیامبر سرمه مالیدن را اجازه دادگی نیستند، در خانه شوهر می نشیند. استاد جان جزاک الله خیر.